چند نمود رسانه های پوشیده تخم موجود است. در عین زمان 250,000 نمود رسانه های پوشیده تخم موجود است. رسانه های گلدار را به چند عائله جدا می کنند. همه رسانه های گلدار را از روی شکلشان عالمان ساخه به 390 عائله جدا می کنند. عائله چینارک ها چند نمود رسانه ها را در بر می گیرد و در تاجیکستان چند نمود آنها وام می خورند. با عائله چینارک ها 2000 نمود رسانه ها منصوبند که 112 نمود آنها در جمهوری تاجیکستان وام می خورند. با عائله کوگنارگل ها کدام رسانه ها داخل می شوند؟ نمایندگان اساسی این عائله لاله عروسک، کوگنارگیاه یا مامیسا، کوگنار خواباور و غیره ها می باشند. عائله توت‌ها چند نمود رسانه ها را در بر می گیرد. با عائله توت‌ها 1700 نمود رسانه ها منصوبند. وطن اصلی بادرینگ کجاست؟ وطن اصلی بادرینگ هندوستان می باشد که آن را 3000 سال پیش در این مملکت پرورش می کردند. عین حال چند نمود کدو معلوم است. عین حال 20 نمود کدو معلوم است. فرمول گل عائله چلیک گل ها را نشان دهید. K2 + 2 T4 G2 + 4 M در درون قفس 2. عائله نسترینی ها چند نمود رسانه ها را در بر می گیرند و در تاجیکستان چند نمود آنها وام می خورند. با عائله نسترینی ها 3000 نمود رسانه ها منصوبند که 142 خیلی آنها در کشوری عزیز ما تاجیکستان وام می خورد. فرمول عمومی گل عائله نسترینی ها K در درون قوس 5 ضرب 5 T5 G به اخیر M1 مینوس 5 مینوس به اخیر می باشد. فرمول عمومی گل عائله لوبیایی ها باشد K5 T1 + 2 + 2 G9 + 1 M1 می باشد.